بیچاره زن اکبر. اول شوهرش و بعدم پسر بزرگش. وقتی فهمیدم توی محل کارش به یک پسر بچه 7 ساله تجاوز کرده، از رأی دادگاه شوکه نشدم و خوشحال شدم. شبح سنگین اون باز هم تمام وجودم رو احاطه کرده بود. سنگینی بدنش رو روی جسم کوچیک و نحیفم حس می کردم. هرچقدر تلاش می کردم نمیتونستم خودم از چنگالهای قوی و نیرومندش نجات بدم. حال بدی بود. انگار داشتم بین مرگ و زندگی دست پا می زدم. عرق سردی روی بدنم نشسته بود. من جیغ می کشیدم و اون لبخند می زد. لبخند کریه و نگاه چندش آورش روی صورتم حس می کردم. بوی دهنش حالمو به هم می زد. استخوان‌های کوچیکم داشت زیر هیکل گنده و پر از چربی اون له می شد. چرا صدای جیغ من به گوش کسی نمی رسید؟ چرا هیچ کس برای نجاتم نمی اومد؟ چرا فریاد بابا جون گفتنام توی گلوم داشت خفه می شد؟ یه دفعه از خواب پریدم و می لرزیدم و صدای به هم خوردن دندونامو می شنیدم. چند دقیقه گذشت تا فهمیدم توی اتاق خواب خودمم و باز هم خواب اون حیوان رو دیده بودم. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و روی تختم نشستم. خدای من، باز هم اون اتفاق افتاده بود. باز هم خودم رو خیس کرده بودم. دستامو گذاشتم روی صورتم و با صدای بلند گریه می کردم. دلم برای خودم و این تقدیر لعنتی می سوخت. خدایا، چرا این اتفاق باید برای من می افتاد؟ چند دقیقه با همون حالت نشستم و گریه کردم. 10 دقیقه بیشتر به اذان صبح نمونده بود. بلند شدم و خودم رو مرتب کردم و وضو گرفتم و با گریه نماز صبحم رو خوندم و مثل همیشه از خدا خواستم تا این حس بد رو ازم دور کنه. از شدت گریه چشام میسوخت. کنار سجادم دراز کشیدم و همونجا خوابم برد. با صدای بابا از خواب بیدار شدم. مینا جون، چرا اینجا خوابیدی بابا؟ آروم چشامو باز کردم. بابا بالای سرم وایستاده بود. بوی بربری‌های تازه‌ای که تو دستش بود اشتها رو تحریک میکرد. نشستم و سلام کردم. بابا نگاهی به چشمای ورم کردم انداخت و با نگرانی پرسید چیزی شده بابا جون؟ چرا گریه کردی؟ ناهی جواب دادن رو نداشتم. همه انرژی و توانم انگار با دیدن کابوس دیشب از بین رفته بود. بابا با دیدن سکوت و نگاه پر از اشکم متوجه همه چیز شد و بدونی که حرفی بزنه از اتاق رفت بیرون. اون روز حال و حوصله انجام هیچ کاری رو نداشتم. تو این 20 سال بارها تلاش کرده بودم این خاطره بد و برای همیشه از ذهنم پاک کنم. اما نمیشد. اون اتفاق لعنتی انگار با تک تک سلولهای بدنم عجین شده بود. رهام نمی‌کرد. 20 سال قبل بود. اون روزا من دختر بچه شیطونی پر انرژی بودم که از دیوار راست بالا میرفتم. من تنها بچه بابام از همسر دومش بودم. مادرم با وجود اینکه بابام همه شرایط خوب و برای زندگی ایدئال و راحت براش فراهم کرده بود، اما باز هم مرد دیگه رو به بابا ترجیح داد و به هوای رسیدن به اون از بابا جدا شد و منم که 3 ساله بودم به اجبار وارد زندگی 5 نفر اول بابا شدم. به قول همسر اول پدرم من طول حبوش بودم و الحق که هیچ وقت چشم دیدن منو نداشت. محل زندگی ما جای بزرگی نبود و روزای تابستون همراه با بچه‌های دیگه تو کوچه‌های نزدیک خونمون بازی می‌کردم. بیشتر از همه با خواهرزاده‌های یکی از دوستای پدرم به اسم اکبر صمیمی بودم. اون روز لعنتی رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. ظهر یکی از روزهای مرداد ماه بود. فرزانه خواهرزاده اکبر بی اجازه اسباب بازی منو برداشته بود و من با عصبانیت تو کوچه‌ها دنبالش می‌گشتم. وقتی پیداش نکردم رفتم جلو در خونه اکبر. اسباب بازیمو که یه عروسک خوشگل بود خیلی دوست داشتم. مطمئن بودم که فرزانه تا حالا خرابش کرده. با همه توانم در زدم. اکبر در رو باز کرد. به نظرم حال خوبی نداشت و تلو تلو میخورد. با گریه گفتم فرزانه اینجاست اما اکبر. اکبر پرسید چرا گریه میکنی؟ گفتم فرزانه عروسکمو برده و اومدم دنبالش و ای کاش
بزرگتر بودم و میتونستم برق شیطونی نگاه اکبر رو ببینم و حس کنم. اکبر دستم رو گرفت و در حالی که اسم فرزانه رو صدا میزد منو برد تو خونش. توصیف اون لحظه با درد زیادی همراهه و من دلم نمیخواد اون لحظه رو به یاد بیارم و شمارم ناراحت کنم. اون حیوانی که سالها دوست پدرم بود و من عمو صداش میزدم بلایی سرم آورد که بعد از اون اتفاق همه با من مهربون شده بودن و پدرم حتی برای لحظه‌ای منو از بغلش جدا نمی‌کرد. من کوچیکتر از اونی بودم که عمق فاجعه رو حس کنم، اما متوجه نگاه دلسوزانه اطرافیانم می‌شدم که با دیدنم پچ پچ می‌کردن. بچه‌ای که مادر بالا سرش نباشه همین بلاها سرش میاد. تو عالم بچگی نمیدونستم چه بلایی سرم اومده، اما اون اتفاق وجودم رو پر از ترس کرده بود. تا مدت‌ها از خواب میپریدم و جیغ میکشیدم. گوشه‌گیر و منزوی شده بودم و جز بابا از همه آدما میترسیدم. شبا از شدت ترس جامو خیس میکردم و خلاصه اون روزا گذشت و من بزرگ و بزرگتر شدم و فهمیدم که اون حیوان دامن و عفتم و لکه دار کرده و من دیگه باکره نیستم. پی بردن به این واقعیت خیلی سخت بود. بارها سر این مسئله با بابا بحث می کردم. گاهی شاکی می شدم و اونو مقصر این اتفاق می دونستم. بابا هر دفعه در جواب من می گفت هر بار با دیدن ناراحتی تو به خاطر این موضوع دیوونه میشم و زجر می کشم. مینا تو پاره جیگر منی. وقتی می بینم با وجود اینکه بزرگ شدی هر وقت کابوس می بینی و از شدت ترس و اضطراب خودتو خیس میکنی زجر میکشم و تو خلوت خودم اشک میریزم. دخترم این دنیا دار مکافاته. من وقتی جوان بودم کاری کردم که باید تاوانشو پس میدادم و این اتفاق برای تو افتاد تا من با دیدنت قطره قطره آب بشم. من دارم تاوان پس میدم. راستش هیچ وقت معنی حرفای بابامو نفهمیدم و هیچ وقت به من نگفت داره تاوان چه کاری رو پس میده. من حالا 17 سالم شده بود، اما ترس اون اتفاق که متاسفانه جزئیاتشم تو خاطرم مونده وجودم رو رها نمی‌کرد. هر چند وقت یک بار کابوس می‌دیدم و تو خواب جامو خیس می‌کردم. چندین بار پیش بهترین دکتر و روانشناسا رفتیم. همه میگفتن باید تلاش کنم اون خاطره رو از ذهنم پاک کنم، اما مگه میشد؟ هر بچه‌ای رو می‌دیدم که داره خوشحال خندون بازی می‌کنه یاد خودم می‌افتادم. مثل هر دختر دیگه‌ای آرزوی ازدواج داشتم. اما وقتی به این فکر می‌کردم که کدوم مردی حاضره با دختری که باکره نیست و مشکل شب ادراری داره ازدواج کنه، وجودم پر از غم و اندوه می‌شد. به گفته اطرافیانم دختر مهربونی بودم، اما قلبم پر از کینه اکبر بود. من واگذارش کرده بودم به خدا. منتظر روزی بودم که خدا انتقام من ازش بگیره. کلاس 3 دبیرستان بودم که برای اولین بار عاشق شدم. اسمش مهدی بود. دانشجوی سال آخر مهندسی. شهر نزدیک به محل سکونت ما بود و من حس می‌کردم که از صمیم قلبش عاشق منه. 3 باری که تو پارک همدیگر رو دیدیم بهم گفت مطمئنه که من نیمه گم شده‌اش هستم و در کنار من خوشبخت خواهد شد. از یه طرف خوشحال بودم و از طرف دیگه تصور این که مهدی با شنیدن حقیقت پا پس بکشه و تنها بذاره حسابی داغونم میکرد. مهدی درباره من با خانواده‌اش صحبت کرده بود. مادرش با پدرم تماس گرفت و قرار خواستگاری گذاشتن. نمیدونید چه حالی داشتم. از یه طرف حس میکردم دارم روی ابرها راه میرم و از طرف دیگه انگار در قعر زمین زیر خروارا خاک بودم. میخواستم خودم حقیقت رو به مهدی بگم، اما بابام ازم خواست این کارو نکنم تا خودش همه چیزو بگه. یه هفته قبل از خواستگاری مهدی رو به خونه دعوت کرد و همه حقیقت رو گفت. پدرم میگفت و مهدی میشنید و من در حالی از شدت استرس قلبم به دهنم اومد. حرفای بابا که تموم شد مهدی چند لحظه سکوت کرد و گفت اینا برای من مهم نیست. مهم اینه که مینا دختر نجیب و خانواده داریه. همه ازش تعریف میکنن، اما ازتون خواهش میکنم به خانوادم حرفی نزنید. من بچه نیستم و مینا رو با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش انتخاب کردم.
از ذوق نزدیک بود سکته کنم. از شادی من بابام هم شاد بود و میخندید. خودم تو لباس عروسی کنار مهدی، مردی که دوستش داشتم و عاشقش بودم تصور میکردم. اما این خوشحالی زیاد طول نکشید. خانواده مهدی موقع تحقیق میکردن واقعیت رو یکی از همسایه‌هامون بهش گفته بود. نمیدونید مادر مهدی جلوی در خونمون چه بلوایی به پا کرد. تا جایی که میتونست به من و پدرم توهین کرد. به پدرم گفت میخواستی دخترتو بندازی به پسر من، اما کور خوندی. دیدی که چطوری زیر بم زندگیتو فهمیدم. تو از ریش سفیدت خجالت نکشیدی؟ خودت اجازه میدی پسرت با همچین دختری ازدواج کنه؟ از کجا معلوم؟ دختر تا حالا 1001 غلط نکرده باشه. بابا از خجالت قرمز شده بود. حرفی نمیزد. تنها کاری که کرد این بود. وضو گرفت و از خونه قرآن آورد و گفت برای اولین بار تو عمرم این کارو میکنم. دست گذاشت روی قرآن، در حالی که صداش حسابی میلرزید ادامه داد. به کلام خدا قسم تو عمرم دختری به پاک دامنی مینا ندیدم. اون اتفاق تو بچگی براش افتاده. اونم به خاطر بی‌توجهی‌های من. اما مادر مهدی دست بردار نبود. از ماشین یک گالون بنزین آورد و در حالی که حسابی عصبی شده بود گفت پسرم دخترتو دوست داره. میدونم دست بردارم نیست. اما به مرگ خودش اگه ازدواج این دوتا سر بگیره جلوی در خونتون بنزین میریزم رو خودم و آتیش میزنم. مادر مهدی هنوز داد و فریاد میکرد که پدر مهدی به زور سوار ماشینش کرد و برد. همسایه ها جمع شده بودن و هر کدومشون چیزی میگفتن. دلم برای بابام میسوخت. با صدای بغض‌آلود فریاد زدم چیه؟ همتون وایستادین و نگاه میکنین و در رو بستم. اون روز تا شبم تا صبح من و بابا گریه کردیم. فردای اون روز مهدی اومد خونمون. آشفته و مضطرب بود. بابام باهاش صحبت کرد و سعی کرد آرومش کنه و از این وصلت منصرفش کنه. مهدی به پدرم گفت آخه من بدون مینا چطور زندگی کنم؟ بابا در جواب گفت خدا بزرگ پسرم، قبول کن. ازدواجی که نارضایتی خواهر مادر به دنبال داشته باشه به صلاح هیچ کدومتون نیست. مهدی رفت و چند بار دیگه اومد، اما نتونست منو راضی کنه. مدتی بعد شنیدم که به اجبار مادرش با یکی از دخترای فامیل ازدواج کرده. راستش از شنیدن این خبر دلم خیلی گرفت، اما چاره‌ای نداشتم. باید با سرنوشتم کنار می اومدم. بعد از مهدی به چند خواستگار دیگه هم حقیقت رو گفتم و از ازدواج با من منصرف شدن. واقعیت رو نمیشد از مردی که قرار شریک زندگیت باشه مخفی کرد و من نمیتونستم با شرایطی که داشتم کسی رو مجبور به ازدواج کنم. با خودم گفتم شاید تقدیر من اینه که مجرد بمونم و عهد کردم که هیچ وقت ازدواج نکنم. روزها و سالها پشت سر هم میگذشتن. 20 سال از اون ماجرا گذشته بود و من هنوزم بعضی شبا کابوس حضور اکبر کنارم میدیدم و از خواب میپریدم. 1 سال و نیم قبل اکبر مرد. همون حیوانی که تونست اینقدر ناجوان مردانه با زندگی من بازی کنه. مرد و رفت دنیای حق. دلم میخواست زجر کشیدنشو تو این دنیا میدیدم، اما نشد. حتما صلاح خداوند چیز دیگه ای بود. وقتی خبر مرگشو شنیدم گفتم خدایا من این مرد رو واگذار کردم به خودت. من ازش نمیگذرم. امیدوارم تو هم از گناهش نگذری. دوستای نزدیکم همیشه میگفتن دلتو صاف کن. شاید اگه تو اونو ببخشی خدا هم به تو کمک کنه و مشکلاتت حل بشه. اما من توان بخشیدن اون موجود کثیفو نداشتم. هیچ کس نمیتونست خودشو بذاره جای منو حتی تصورش هم بکنه. وقتی یه دختر 25-6 ساله از شدت ترس خودشو خیس میکنه چه حس بدی بهش دست میده. دوستام که ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگی خودشون نمیدونستن که هر دختری آرزوی عروس شدن داره. دوست داره بچه‌هاشو بزرگ کنه. با کاری که اون شیطون صفت با من کرده بود من باید این آرزوها رو با خودم به گور میبردم. تقریبا نزدیک به 1 سال از مرگ اکبر گذشته بود که خبری مثل بمب توی شهر کوچیک ما صدا کرد. هر کی این خبر رو میشنید سریع از روی تأسف تکون میداد و میگفت گناه پدر پاپیچ بچه‌اش شد. بیچاره زن اکبر 20 و چند سال قبل شوهرش اینطوری آبروشو برد و الان هم بچه ناخلفش
من نمیدونستم که از شنیدن این خبر باید خوشحال میشدم یا ناراحت. پسر بزرگ اکبر توی محل کارش به یه پسر بچه 7 ساله تجاوز کرده بود. خانواده پسر بچه از فرخ پسر اکبر شکایت کرده بودن و دادگاه براش حکم اعدام صادر کرده بود. دلم میخواست اکبر زنده بود و از دیدن زجر جگرگوشش عذاب میکشید. هرچند که مطمئنم عذابی که قرار اون دنیا بکشه بزرگتر از اینا خواهد بود. قادر متعال جای حق نشسته و دقیقتر و بهتر و عادلانه تر از هر کسی به حسابهای هر کدوممون رسیدگی میکنه. من این روزا با اومدن فصل بهار تصمیم گرفتم هر طوری شده به زندگیم شادی و نشاط ببخشم و اون خاطره بد و برای همیشه فراموش کنم. شما هم برای من دعا کنید. دوستای مهربونم، ممنونم از اینکه این داستان و سرگذشت تلخ دوستمون رو گوش دادید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت کردن از ما ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.